رشته فرنگی زرد شده، برنج ترکی، روغن. برنج نرمه ترکی را اول باید توی روغن 4 دقیقه باید خوب تفت بدیم که آبش گرفته شه، اگه نه که سیمنگک میشه ستادم. اول باید خوب توی روغن 4 دقیقه تفت داده شود. آبش هم باید توی کافی بیره که آبش خوب بگیره که موقع توی روغن مندازی آب نرفته باشه. در هر پیمانه که برنجتون بود همون مقدار پیمانم آب زیست بریزیم توی برنجتون. 3 پیمانه بود 3 پیمانه آب زیست بریزیم. 1 بود 1 آب زیست. 4 تا بود 4 تا آب زیست. دیگه نمک و زیره و مخلفات که هر خودتون دوست داشتین میکنید توش اضافه کنید. من اینو همینجوری سفید دم میکنم، دمی هم درستش میکنم. همینجوری شکم میکنم.